صحابی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من نجات، یا رسول الله راه نجات از مشکلات چیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود 3 تا کار رو انجام بده. نجات اگر میخواد پیدا بکنی 3 تا کار انجام بده. 1، امسک علیک لسانک، زبانتو کنترل کن. چقدر ما ناآرامیم از دست زبان، چقدر پریشانیم از دست زبان. به قول یکی از شعرای عرب اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر. زبان جرمش کوچکه اما جرمش بزرگه. چه بسا کسانی که به وسیله همین زبان خودشون رو نابود کردن، نه بلکه یک طایفه و یک جامعه رو به بربادی و هلاکت رسوندن. 2، ولیسعک بیتک، پیغمبر فرمود نجات میخوای؟ بخشی از وقت خودت رو در خانه‌ات قرار بده. تو خانه باش، کنار زن و بچت باش، آرام بگیر. کجایی تو؟ امروز ما اولا مردها و زنها در کانون گرم خانواده حضور نداریم و اگر حضورم داریم باز حضور نداریم. چرا؟ چون تو فضای مجازی هستیم. ولیسعک بیتک، این تک تک این جملات رسول الله صلی الله علیه و سلم به خدا قسم باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیره. امروز نجات نیست. چرا؟ چون خانه محیط امنی برای فرزندان ما نیست. بچه ها تو خانه میان واقعا نه پدر میبینن نه مادر میبینن. 3، ولیبکی علی خطیئتک، 3مین راه نجات اینه که بر گناهانت گریه کن.